اگه تو هم میخوای مثل من اینجوری هدشات بزنی، اونم با موبایل، حتی با موبایل ضعیف، این ویدیو تا ته ببین که نکاتی بسیار ریز درباره هدشات گفتم که میتونی با این نکات سنس گوشیتو و تمام تنظیماتو بچینی و یکی از بهترین پلیرهای بین رفیقای خودت باشی و بهترین باشی. برو بریم سراغ ویدیو. خوش آمد به این ویدیو. من ابوالشدا هستم. امروز داخل این ویدیو آموزش هدشات یا آموزش فوق العاده خوب برای هدشات تو آپدیت جدید رو داریم که مخصوص گوشی پلیراست و حالا شاید جای بس پیش بیاد که بگن تو پی سی پلیری چرا مخصوص گوشی میذاری. و من یه نکته هستی که من همیشه رو گوشی پلی میدم برای گیلدوار و بعضی وقتا رو بخوام رنگ اپ کنم، مثلا جای باشه پی سی دستم باشه، گیلدوار که 100% با گوشی پلی میدم، چون پی سی من اسکواد پی سی پلیر ندارم، هم پی سی مینازه، خب یارا موبایلم میخورن راحت و به خاطر این با موبایل میام و سنس و تنظیمات خوبی برای موبایل دارم. خب قبلا هم تجربه موبایل پلیری حداقل 3 سال داشتم. خب حالا قبل از اینکه بریم سراغ آموزش، حواستون باشه این ویدیو تا ته ببینید، چون یه دو تا نکته ریز داره که این نکات خیلی به دردتون میخورن، که یکیشون درباره نرمی صفحه است، سرعت صفحه، بیای چند بذاریم، سنسمون رو چی بذاریم و این چیزاست. خب قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، حتما ویدیو لایک کنید، چنل ما رو اگه تازه هستید سابسکرایب کنید و بقیه ویدیو چنل ما رو سر بزنید. برو بریم سراغ ما. مخصوص خودمون گرفتیم و بریم چند تا نمونه هدشاتشو ببینیم. دستم یکم رو تیر نمیاد، دکمه اونجاش عوض کردم، سایزش عوض کردم برای اینکه بهتر هدشات بخوره. سنا کنید نرم داره میخوره و حتی لرزش هم نمیگیره، صفحه خیلی هم نرم سنسش. سنس نیست که حالا صفحتون خیلی بلرزه، یه سنس خوبه نسبت به اینکه تو آپدیت جدید سنسا 200 شده، سر لرزش صفحه آنچنانی نداره. خب من رو پی سی سنس میچینم، مثلا به غیر ایکس و وای سنس هم میچینم، لرزش بدی میگیره. حالا گوشی اصلا اینطور نیسته. و یه نکته هم هست، شما باید اگر حالا من ندارم خب، ولی خب اگر گیر بیارید، یعنی کدای هدشات هستن اونا رو گیر بیارید، دیگه صفحتون چنان نرم میشه که تو کاستوم تو بتل راحت بزنید. حالا من دو تا نکته آوردم که شما راحت بتونید هدشات بزنید. خب مثلا من اینا میگم تست کنم و بریم سراغ سنس و بقیه نکات. نکنید نرم میخوره، حتی با فاصله زیاد، حتی فاصله کم. و این نکته هست، فاصله های زیاد خیلی نباید بکشید بالا. حالا بعضی اصلا اسکوپ میکنن خیلی میکشن بالا، هیچی. من خیلی بکشم بالا رد میده چون فاصله خیلی زیاده. ولی خب نکنید فاصله زیاد، آهسته میکشی بالا راحت تو سرش. و این نکات هم شما باید موقع هدشات زدن بدونید که این نزدیک هسته چقدر بکشید بالا، دوره مثلا جای متوسط شما نرم میکشی، ولی حالا بذارید نزدیکتر، حالا برام نمیاره اصلا. ایگو رفت یکم دوره، اون پیش قشنگ نمیخوره. حالا من یکم اون پیام بزنم. ما کنم کنم وانشاتش قشنگ میخوره، حالا اون پیشم خیلی خوب نمیخوره، تو مثلا پی سی پلیرا بخوره نه، ولی خب باز خوبه. ده اس ام دیش کلا چون نگاهی که ریت، یعنی موقع زدن این وا میشه، یکم ردخور رو وستدن داره. حالا بزن شات کنم بگیرم، یه تست هم با شات کنیم. تیر اولی میستادیم، چی شد؟ دوستان عزیز دوم کنین، چرا نمیخوره شات کنش؟ دوستان عزیز یه لحظه خورد. من بعد میکشیدم اول، همین تو پریدم کشیدم سریع. نکن نزدیک محکم میکشی، محکم که بکشی شما حل راحت میخوره. نکن فول قرمز، فول قرمز میخوره، فول قرمز. خب حالا دیدید تا اینجا ویدیو که چجوری میخوره و چی به چی. خب دوستان بریم سراغ سنس. سنسیتیویتی باید شما جنرال رو بذارید رو 200، رد دات رو بذارید رو 180، یعنی اگر بیشتر بذارید ردخورش خیلی میشه. و رو 180 معمولی و ردخور نداره و لرزش نداره. اسکوپش هم شما باید بیارید روی اسکوپ 2 که یکم سخت‌تر میخوره روی 180، اسکوپ 4 یکم آسان‌تر میخوره رو 150، که اسکوپ رو رد نده. مثلا جای طرف بالا داره تو دراش میده، شما اسکوپ گیرین بزنید رد نده. اسکوپ اسنایپر هم اگه تا ته ببریم بالا لرزش میگیره، یعنی نمیخوره تیرتون، بیارید رو 190 که انتهاشو خیلی هم خوب. فریبلاک هم که بریم چشم مربوطه و خیلی مهم نیست. خب این از این سنس. حالا شما خیلی تو فکر کنم دی پی آی زدن هم بلد باشین، ولی من حالا خیلی ساده به دی پی آی میذارم و بریم ببینیم که چه جوریه. فقط دوستان میگم دی پی آی باید 750 باشه و یه حساسیت صفحه هم هست، اون رو بهتون میزنم نشون میدم که چند بذارید. و یعنی چند بذارید، نباید نوار بکشینش تا ته و برای نرمی صفحه هم هسته و خیلی خیلی کاربردیه. من
حتما تستش کردم و چند سالی موبایل پلیر بودم. داخل کاستوم خیلی من کمک کرده که مثلا داخل یخزن سری و تیر زدن مثلا صفم قفل نکنه. خب دوستان بزنید قبلش من سایز دکمه تیرم بگم. سایز دکمه تیر باید 30 بین 30 تا 40 باشه. خب خیلی بالا باشه گیر میکنه رو وست و خیلی کوچیک هم باشه امکان داره پیداش نکنه. ولی خب کسایی که کوچیک عادت دارن میتونن، مثلا سایز کوچیکش عادت ندارن نکنید نمیخوره، درست به زور میخوره. خب سایز کوچیک من خیلی عادت ندارم نمیخوره. سایز من مثلا 32 گذاشته بودم راحت میخورد، با انگشت گرفتن تیرم میخورد حتی، ولی خب اینجوری نمیخوره. خب اصلا بریم سراغ اون دی پی آی و نکته که نکته خیلی مهمی هم هسته و حتما یعنی شما اگر اینو بگذارید خیلی تاثیر بسیار بزرگی داره. تاثیرش رو حتما میبینید، یعنی اینجوری نیست که الکی باشه، یعنی برات به خود صفحه هم داره و خیلی خوب. بریم سراغش. خب دوستان برای دی پی آی زدن شما باید داخل تنظیم و درباره تلفن باید نکته قابلیت سوال کنید که یعنی گزینه برنامه‌نویسی فعال کنید که برای من اجازه بده گزینه تهیه کننده. شما اول برید آموزش گزینه فعال کردن گزینه برنامه‌نویسی حالت برنامه‌نویسی موبایل رو فعال کنید و بیاین اینجا آخر گوشی برای شما گزینه تهیه کننده میاد. این هم برای شیائومی هست، هم برای سامسونگ هست، ولی آیفون ها رو نمیدونم واقعیتش. میاین پایین جستجو هم میتونید کنید. حداقل ارز شما حداقل ارز اینجا بذارید 750 خودش به طور خودکار میاد رو 752 که خیلی تاثیر داره تو سرعت صفحه، هدشات و حتی تاثیر تو یخزنتون هم داره که خیلی خوب بهتر یخ میزنید، سرعت صفحه مثلا بالا میاد، دوریخ‌های بهتری میکنید. و بریم سراغ گزینه دوم. خب دوستان شما اینجا که من اینو سرچ کردم و می سرچ کنید داخل صفحه براتون میارم شو ادیشنال چیه؟ یعنی داخل دکمه بیشتر یک، حالا ذره گوش من که خب دکمه بیشتر یک نگاه کنید. سرعت اشاره‌گر یعنی سرعتی که دست رو میخوره رو صفحه و لمس میشه. نگاه کنید سرعت من خب تا ته، حالا بیاریش آخر یکم کنتر میشه. بعد شما ببینید تا ته تهش خب یه چیزی مثل اون کلیک مثلا ماوس تو پی سی او که چقدر سریع‌تر تیر بزنه و هدشات بزنه. و سرعت حرکت پیمایش چرخ خب اینم برای چرخش صفحه است که خیلی خوبه. نگاه کنید چرخش شد نرم میشه. مثلا شما الان اگه دی پی آی خالص تنها رو بزنید فقط میچرخه و یکم لرزش داره ولی نرم میشه و بهبود دقت چرخشو حتما بزنید. یعنی نگاه کنید خیلی دستتون روان میره و راحت کلا. و این دو تا نکته رو بزنید و لذتشو ببرید که واقعا نکات کلیدی هستن. ممنون میشم که اگه تا اینجا ویدیو اومدید ویدیو رو لایک کنید. بریم سراغ پایان ویدیو. خب دوستان اگه تا اینجا ویدیو با ما بودید و از ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید که با این کار حمایت بزرگی از من میکنید و کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنید. تا ویدیو دیگر خدا نگهدار.